من ترند ترین محصولات ماینکرافتی تیک تاک رو خریدم، محصولاتی که تو ایران پیدا نمیشن و تو اینترنت خیلی وایرال شدن و سفارش شدم و امروز قراره همه‌شو با هم ببینیم. خب اولین محصول رو میدونه قوس‌نمای ماینکرافتی توی واقعیت و همونش که میبینید واقعا کار میکنه و واقعا جهت رو نشون میده. میبینید خیلی خفنه و بریم که تستش کنیم و ببینیم که واقعا کار میکنه یا نه. خب ما اینجا یه دونه کامپس یا همون قوس‌نمای ماینکرافتی داریم و همونش که میبینید داخل مشمعه و این فکر کنم اولین قوس‌نمایی که بشه که تو ایران هستش، چون اینا هیچ جا نیست. و بریم که بازش کنیم و ببینیم که چه شکلیه. اوکی واو اوکی، جا کلیدیه، یعنی به کلیدم وصل میشه و یه شارژر هم داره که تایپ C، یعنی باتری نمیخوره، حتی بهش تایپ C میخوره و میره تو و میاد بیرون دیگه. اوکی بریم که تستش کنیم ببینیم که واقعا کار میکنه یا نه. 1 2 3 او پشمام نشون داره جهت داره عوض میشه وقتی این ور اون ور. همینش که میبینید وقتی میچرخونم عوض میشه و جهت هم همراه باش عوض میشه و واقعا داره کار میکنه. اینجوری نمیشه تستش کردش. به نظر من بریم که قوس‌نمای واقعی هم بیاریم کنار این بذاریم و ببینیم که واقعا این قوس‌نمای داره جهت درست نشون میده بهمون یا نه فقط الکیه. خب بچه‌ها من قوس‌نمای گوشیمو آوردم و همینش که میبینید این قرمزه داره نورس نشون میده و اینم داره نورس نشون میده به طرف پایین و وقتی من بچرخونم مثلا برم سمت وست میبینید اینم داره اینور نشون میده و قرمز گوشی هم داره اینور نشون. میبینید دقیقاً یه خورده شاید عقب جلو باشه ولی داره درست نشون میده و این کامپسمون کار کرد و خیلی باحال. میبینید به تنجاکلیتی ماینکرافت پلیراست. خب بریم سراغ محصول بعدیمون که یه دونه اکسلاتل ماینکرافتیه که همه چیزی که میبینید یک چراغ‌خواب ماینکرافتیه شکل اکسلاتله و خیلی خوشگله باحاله و واقعا خیلی خفن بود. و اینم از چراغ‌خواب ماینکرافتیمون و از جعبه اونی که تو ویدیو تیک تاک دیدیم خیلی بزرگتره و فکر کنم خود اکسلاترش هم بزرگتر باشه و بریم که آنباکسش کنیم. اوکی بریم که بازش کنیم. خب اوکی میبینید توشو واو تیکه تیکه ایه، یعنی تیکاش مختلفه و خودمون بهش وصل کنیم. اوکی این خیلی بهتر از اون تیک تاکی است و اینم از خود جنس باز میشه. میبینید بچه‌ها واو. البته بعد ایناشو بهش وصل کنیم خیلی بدون این چیزاشه. واو خیلی خفنه. خب بریم که بالاش هم بهش وصل کنیم تا کامل بشه. خب من این اکسلاتور رو کامل درست کردم و همینش که میبینید خیلی باحال و بامزه شده. میبینید دقیقاً شبیه اکسلاتور ماینکرافتیه و بریم که روشنش کنیم و بریم که چه شکلیه. 1 2 3 واو اصلا تو نور اصلا معلوم نمیشه. خیلی باحاله و نورای مختلف هم داره و فقط بنفش نیست، مثلا سفیدشه، این زردشه و اینم صورتیشه که توی دوربین خوب معلوم نیستش ولی اینم آبیشه هم داره و میتونید روی میزتون بذارید و برای دکور هر جا که بخواید استفاده کنید و مخصوص ماینکرافت پلیراست که خیلی جذاب و باحاله. و بریم سراغ آیتم بعدیمون که دقیقاً شبیه اکسلاتره و بدون چراغ‌خوابه ولی با طرح فاکس یا همون روباه ماینکرافتی و خیلی خوشگله و ببینید بغل مانیتور گذاشته رو میزش و واقعا حس خیلی خوب میده و مخصوصا ماینکرافت پلیرها مطمئنم خیلی خوشش میاد همچین چیزی. و اینم از فاکس ماینکرافتیمون و همین که میبینید یه فاکس چراغ‌خواب ماینکرافتیه و بریم اینم بازش کنیم. اوکی واو خیلی این باله. میبینید یک فاکس ماینکرافتی. واو اوکی اینو باز میکنیم از مشمعش. واو خیلی این باحاله. بریم روشنش هم بکنیم. 1 2 3 اوکی اصلا مشخص نیست. و اینم از فاکس ماینکرافتیم توی شب و همش میبینید توی دوربین گوشیم خیلی خوب معلوم میشه ولی توی دوربین اصلیمون یه خورده نورش کمه ولی در کنار اکسلاترمون ببینید چقدر باحالن. اکسلاتر نورش بیشتره به خاطر اینکه شارژ داره. این فاکس فکر کنم شارژش تموم شده و این فاکس ماینکرافتی هم میتونید مثل همین اکسلاتر بغل هم استفاده کنید و روی میزتون بذارید و برای تزیین استفاده کنید. خیلی باحاله. آقا دکورم از همین الان خیلی خفن تر شده چه برسه به آخر ویدیو که قرار کلی محصولات خفن ماینکرافتی که تو هیچ جا ایران پیدا نمی‌کنید و الان براتون بیارم و آنباکس کنم. و میریم سراغ معروف‌ترین ترندترین آیتم ماینکرافتیمون یعنی مشعل ماینکرافتی، همون تورچ ماینکرافتی که خیلی خفن و باحاله و همین چیزی می‌بینید نور میده و روشن میشه و حتی میتونید به دیوارم فکر کنم وصلش کنید. آره واقعا چی از این بهتر. تورچ ماینکرافتی که به نظر من خفن ترین محصولمونه و یکی از باحال ترین محصولاتی که ماینکرافت پلیرها خیلی دوستش دارن. باز شو اوکی.
واو از همین دوره کابل تایپ سی اینجا داریم مثل همه اینا که تایپ سی توشون بود و اینم فکر کنم برای اینه که بتونیم تو دیوار وصلش کنیم. بریم برای خود تورش ماینکرافتیمون. تورش ماینکرافتی این از جعبش و میرسیم به خود تورشمون و اینم از تورچ ماینکرافتیمون که خیلی خوشگله باله، یعنی اصلا عالیه. انگار توی دنیای ماینکرافتی اینا رو جا بغل هم ببینید. کامپس واقعی، اکسلاتل، روبای ماینکرافتی و تورچ ماینکرافتی. بریم که روشنش کنیم. 1 2 3. واو این خیلی بهتر معلومه، ولی بازم میخوام تاریکی نشونتون بدم. از این بغل هم فکر کنم باز میشه. اوکی باز شد و میتونید به دیوار وصلش کنید. اینجا جای داره برای دیوار و این رو دیوار این شکلی میمونه و هر جایی که بخواید میتونید نصبش کنید. این که اکسلاتر اون بود، این روباهایم بود که نورش بیشتر شد چون زدم به شارژ و نورش یه ذره بهتر شده و اینم از تورچمونه و خیلی باحاله بچه‌ها. تو دوربین الان نیست چون نورمون خیلی کمه مشخص نیست، ولی تو اینجا خیلی بهتر معلوم میشه. میبینید این بلاکای کوچیکیه که مگنتیه و به هم دیگه وصل میشه و میتونی باش هر مدلی که بخوای و هر چیزی که بخوای بسازی و خیلی خیلی باحاله. یادمه این توی یکی از ویدیوهای میاکروش آورده بودن و باش چیزی میساختن. همینجوری داره یه خونه کامل و توی واقعیت با بلاکای ماینکرافت میسازه و همینجوری که میبینید ما کلی از این بلاکای کوچولو مگنتیه ماینکرافتی داریم و کلش این توه و بیایم همه‌شو باز کنیم و بریزیم بریم باش میتونیم چیزی بسازیم. اوکی واو خیلی ان پشم توش لگو هم داره، لگو ماینکرافتی هم داره بچه‌ها و میتونید باشون چیزای مختلف بسازید و مثلا این کریستاله، این مثلا چوبه، این یه دونه جوش باکسه و میتونید هم وصل کنید. چیزای مختلفی داریم. کامنت بلاک هم داریم حتی اینجا بچه‌ها، کامنت بلاک، بریر. ولی یه مدل دیگه از این بلاک‌ها هستش که میتونید باش یه سازه کامل بسازید. الان بهتون میگم یعنی چی. مثلا این ویدیو نگاه کنید داره الان کامل میکنه، یه درخت میذاره، از این کدوها میذاره و یه تیکه کوچیک میشه و آماده است. میبینید این شکلی آماده میشه و اینو میتونید باش بسازید. از این بلاک‌های کوچیک آماده ما اینجا داریم و اینا مثل لگو میمونه و باهاش میتونید چیزی بسازید. الان بهتون میگم یعنی چی. یکیشو بذار باز کنید اول بتونید دقیق بگم. نکنید الان مثلا اینا رو میبینید مدل مختلفشه که همون دو که بخواید میتونید واسهتون بیاریم و هر کدوم از اینا میتونید جداگانه بسازید خودتون. الان اینو باز میکنیم و میبینید که برای ما الان اینه یه درخته و مثل اسکای بلاک فکر کنم و یه لگو هم توش داره. خب بریم اینو بسازیم. کامل آماده است و بهش و نوشته که چی میشه با این ساخت. مثلا اینه 4 تا گرس اینجا میذاره، یه دونه کافین تیبل اینجا میذاره، این صندوق رو میذاره اینجا، دور اینجا رو آب میذاره. ببینید چقدر باحاله. میتونید به هم دیگه وصل کنید. مگنسیه دورش آب میذاریم و این چستمون چون نره اون زیر میتونیم اینو ورداریم، دو تا اینجا میذاریم و اینا رو هم شبیه اون درست میکنیم و اینم از آخریش و در آخر این چستمون هم میذاریم بغل اینجا. و دیگه استراکچری که میبینید میتونید مثل لگو خودتون بسازید اینو و اینا. این خیلی باحالتر از این بلاک رندومه و بریم سراغ بعدیش و بعدیش خیلی بهتره، از این بزرگتره و بریم که تو این چیه. و همچنین میبینید یه استراکچر کوچولویی ساختیم خیلی خفنه و به عنوان اینکه ماینکرافت پلیر خیلی درگیرش بودم و خیلی بهم کیف داد و از لگو خیلی بیشتر بهتون کیف میده. میزمون همینجوری قشنگ و بهتر میشه و با این بلاکای ماینکرافتی کوچیک، با این تورچ ماینکرافتی خیلی باحال، با این چراغ خوابا خیلی بهتر شده. و چیزی که الان کم داره یه دونه فانکو پاپه و بله فانکو پاپ ماینکرافتی هم داری و همینش که میبینید این فانکو پاپ کریپر ماینکرافتیه. نمیدونستم که اصلا فانکو پاپ ماینکرافتی هم داریم، تو ایران اصلا نیستش و ما اینجا 3 تا فانکو پاپ ماینکرافتی داریم و همینش که میبینید فانکو پاپ کریپر، فانکو پاپ اندرمن و فانکو پاپ گربه. و این فانکو پاپا با همه فانکو پاپا که دیدید خیلی فرق دارن به خاطر اینکه عوض میشن و میتونن تبدیل بشن. یعنی چی؟ مثلا این اندرمن میتونه از یک اندرمن بدون گراس بلاک تبدیل بشه یا این گربه میتونه به گربه سیاه تبدیل بشه و کریپر هم شکلیه. و بریم از این کریپر شروع کنیم و اینو باز کنیم. من عاشق فانکو پاپام. بریم ببینیم که بازش کنیم. واو اوکی بیاریمش بالا. واو چه باحاله. ببینید بچه‌ها یک فانکو پاپ ماینکرافتی داریم. ببینیم که چی میتونیم عوضش کنیم. خیلی باحاله. کریپر کوچولوه و اینجا میتونید وایس کنید. میذارمش مثلا روی این فاکسه. خب اینجا مثلا که باز میشه. اوه وات دی فاک چیه توش؟ میبینید این یه چیزی توش هست. اوکی این ورش این شکلیه و این میاد این شکلی میشه، باز میشه و واو این پاش بود. میبینید چقدر خفن و باحاله. مثل که مثلا به زمین خورده و این رعد و برقش. آره دیگه کریپر که رعد و برق میخوره دیگه و کیفیتش هم واقعا عالیه. حالا بریم سراغ گربش. گربش هم باز کنیم ببینیم که چه شکلیه گربش. اینم از
گربه و اینم میاریم بالا، اینجا میذاریم. یه گربه ماینکرافتیه واقعا خفنه. اوکی اینم فکر کنم از پایین باز میشه دیگه. اینم باز میشه و تبدیل میشه به یک گربه سیاه. فکر کنم سیاه که نه خاکستری. تبدیل میشه به این گربه که قلب دم داره و بامزه است. ببینید اینا میذارم بغل کریپر، خیلی بامزه. اصلا همین چیزی شما تو ایران پیدا میکنین، تو ایران نیستن که تبدیل هم بشه. اصلا فانکو پاپ دیدی که تبدیل بشه؟ من که ندیدم. بریم سراغ اندرمنش قراره به یه دونه بلاک تبدیل بشه، بلاک خالی. میمش بالا. واو اوکی. این پارتیکلای اندرمن هم داره که بنفشه. مثلا قدش بلندتر از ایناست. آره از همشون بلندتره. و پارتیکلای بنفش مانکرافیش هم داره. واو مثل اینکه داره تبدیل میشه و این شکلی به یک گراس بلاک تبدیل شد. به همین راحتی تبدیل شدهش خیلی دوست دارم. و این بود از این فانکو پاپای ماینکرافتیمون که این کریپرش بود، گراس بلاک و اینم گربه. حالا بریم دور عوضش که برای اولی برش گردونیم. اینجوری باز میشه، جا میخوره و سریع به یه تبدیل به گربه عادی میشه. اصلیاشون واقعا چیز دیگه است. خب محصول بعدیمون این فیگورای ضد استرسه که اینجوری میتونی بچنونشون و همه مدلش هم داره، استیو و الکس و زامبیناش. و اینجا ما داریم ضد استرس ها رو. بریم که سریع آنباکسشون کنیم. خیلی بامزه. میبینید کریپر همش رو داره، قیافاشون عالی ان، قیافاشون خیلی بامزه. اینم از این و اینم از این و میچلو. وای چقدر حال میده. استیو له شد. میبینید خیلی حال میده. اینو بچرونید صفر. بذار میتونم گوشترین حالت ممکنش کنم. خیلی باحاله. این الکس هم خیلی بامزه است. الکس رو نگاه کنید. اینم از الکس و استیو در کنار هم میچلونیمشون. واو چه حالی میده. زنبورش خیلی باحاله. علی اصل میچلونم. علی اصل چه بوی خوبی داره. بوی غذا، بوی کیک میده. بوی اینا میخوام دوستم بخورم. به خدا بوی کیک میده. و اینم از همشون که عروسکای ضد استرس ماینکرافتی ان که اینجوری میتونی بچلونیشون. وای خیلی حال میده. خب آیتم بعدیمون یه دونه از این میستری باکس ماینکرافتیه که خیلی دوست دارم میستری باکس رو، که توشون فکر کنم فیگورای کوچیک باشه. این اولین فیگورمونه، تازه میستری باکس هم هست و یه دونه ازش از این سگو در آورد و خیلی خفن بود. ما یه دونه از این میستری باکسای ماینکرافتی داریم. این میستری باکس همونجوری که میبینید مدل مختلف داره: اندرمن، استیو، کریپر کوچیک، اکسلاتل، اسکلتون و این کریپر خیلی متفاوت که شب تابه. و ما شانس اینو داریم که یکی از اینا در بیاریم و امیدوارم که شب تاب باشه. اصلا لبوبو چیه وقتی میستری باکس ماینکرافتی هست که توش کریپر شب تاب داره؟ بچه‌ها من نمیبینم، خودتون ببینید. اول خودتون ببینید. چه لطفاً بهم بگید که این یه کریپر شب تابه. یس پشمام. آقا کریپر شب کله‌شو نگاه، تکون میخوره. چه باحال. میتونی بذاری رو ماشین دیگه. داک بلاک چیزی بد براتون نمیاد بچه‌ها. نمیدونم شما میبینید ولی الان مشخص میشه دیگه. ببینید این کریپر داره این نوری از خودش میده. پشمام. و خیلی خفنه. و بریم سراغ آیتم بعدی. خب آقا این شب تابه خیلی باحال بود و واقعا کار کرد. ببینید اینقدر محصولاتی خاص پیدا میکنم که تو تیک تاک خارجی هم نیست. اینا یه میستری باکس میشه بهش گفت و اینا رو فکر کنم نتفلیکسش رو دیده باشید که برای هر فیلم جای مختلفی داره و اینا پاره میشن و مثلا هر چیزی که چیز کوچیکی راجع به اون فیلم باشه مثلا در میاد از توش بیرون. و این ماینکرافتیشه. مثلا اینو پاره میکنیم، پارش توش یه دونه لگو ماینکرافتی و این لگو ماینکرافتی چیزام داره، بو هم داره. نفر چند انتخاب کنیم بچه‌ها؟ چه عددی انتخاب کنیم؟ شما بگید، من هم عدد باز میکنم. 13 رو از توش این فیگور ماینکرافتی در میاد که یک عکس دستش میتونی بذاری. بذار یکیش از اینا بسازم براتون. ببین بالاخره بعد از 1000 تا چیز خفن رسیدیم به لگو. تازه رسیدیم به لگو و یک لگویی که دستش یه دونه تبره و خیلی خفن بود. و بریم باز کنیم همش رو. بذار اینجا فکر کنم در داشته باشه. what the fuck چقدر زیاده. what the fuck خیلیه. دیریم پشمام بچه‌ها. اسکین دیریمه. دریم. و این بود از تمام محصولاتی که امروز باز کردیم. از اکسلاتل بگیر تا این روباهه و این تورچی که میتونید تو شب استفاده کنید و برای دکور استفاده کنید که خیلی خفنن. و این بلاک‌های مگنتیک که خیلی بال بوده و این کامپس واقعی
پست‌نمایی که واقعی و جهت واقعی نشون میده، فیجتای ضد استرس که واقعا بوی خوب میدن، نه چقدر بوی خوب میدن، بوی کیک میدادم سر بخوردش. و این فانکو پاپای ماینکرافتی که تبدیل میشدن و مثلا اینجوری تبدیل میشه به گراس بلاک و میستری باکسی که در اومد که شب تاپ بود کریپرمون و این خیلی خفن بود، واقعا سورپرایز شدم تا اینو دیدم. تمام این محصولاتی که اینجا دیدید و امروز باز کردم میتونید از سایت و دوباره پیج یوتیوبمون هم هستش به نام دوباره دارک بلاک داتایار، اونم میتونید دوباره برید ساب کنید که اونجا از محصولات بیشترمون که قراره بیاریم فیلم میذاریم و ویدیو میذاریم و این اینستاگرام دارک بلاکمون و یوتیوب کانال خودم لرد اردک و همه چی رو ساب کنید دیگه، همه کارو خودتون میدونید دیگه. و اگه پارت دوم این ویدیو رو میخواید با محصولات ترند بیشتر، این ویدیو رو به 2000 تا لایک برسونید و تا ویدیو دیگه فعلا خدافظ.